مردم ایران جز بلا تکلیف ترین مردمان کهکشان راه شیری هستیم. میپرسین چرا؟ برای اینکه خودمونم نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم. بلا تکلیفیم، تکلیفمون رو نمیدونیم و با این وضعیت به دیگران توصیه هم میکنیم. بذارید مثال بزنم. مثلا ما یه دانش آموز که میبینیم حتما بهش توصیه میکنیم که درس بخون، برو دانشگاه و حتما آینده تو در دانشگاه شکل میگیره. از اون طرف وقتی یه دانشجو میبینیم بهش میگیم کاش نیومده بودی دانشگاه و مستقیم زده بودی تو کار بازار آزاد، رفته بودی اصلا یه مهارت یاد گرفته بودی، مستقیم کار پیدا میکردی، چی مدرک دانشگاهی؟ یا مثلا وقتی یه زوجو میبینیم که میخوان عروسی بگیرن بهشون میگیم که میخوان عروسی بگیرین، همه هزینه کنین، این همه آدم دعوت کنین، شام بدین، بعد برن پشت سرتون بگن که غذا شور بود، بی‌نمک بود، یخ بود. چه کاری اصلا؟ و بعد بهشون توصیه میکنیم که با پول عروسی برن سفر و بگردن، به جاش به اون زوجی که میخوان پول عروسی رو صرف یه کار دیگه کنن، مثلا رهن خونه یا مثلا سفر رفتن، میگیم چه کاریه؟ لباس عروس نپوشی؟ همه اون به دلت میمونه. نه، حتما شده یه مهمونی کوچیک بگیر، لباس عروس بپوش، برو آتلیه عکس بگیر، فردا روزگار تا آخر عمر تو دلت میمونه. اگر یه خانومی تصمیم بگیره خودش تو خونه بمونه و از شغلش کناره‌گیری کنه و فرزندش رو خودش بزرگ کنه، بهش میگیم حیف شد، تو دیگه الان تو اجتماع نیستی، شدی زن خانه‌دار، حیف شغل تو بود، حیف اون همه درس و دانشگاهی که رفتی. به جاش اگر یه خانومی تصمیم بگیره بچه رو بسپاره مهد کودک بره سر کار، بهش میگیم که حیف، بچه مادر میخواد، تا کی مهد کودک، تا کی خونه مامان جون و بابا جون. و همینطور به صورت مسلسلوار نظر میدیم. مثلا اگر یه پسری نخواد بره سربازی بهش میگیم نه، حتما برو سربازی، سربازی از پسرها مرد میسازه. اگرم که بخواد بره سربازی بهش میگیم که ببین یه کاری نمیتونی بکنی معاف بشی 2 سال از عمرت هدر نره. اگر یه نفر بخواد ازدواج کنه بهش میگیم حالا ازدواج کردنم خیلی چیز جالبی نیست، اما مجرد بمونی خوبه، بالا بهتره. اگر نخواد ازدواج کنه بهش میگیم ببین تو تنهایی، تو پیری و کوری همدم نداری، تنها میمونی، اصلا کی میخواد این همه مال و نگه داره، برای کی میری سر کار؟ اگر یه نفر از زندگیش ناراضی باشه بخواد طلاق بگیره بهش میگیم نه، طلاق نگیره، کی میخواد بچه‌هاتو بزرگ کنه، کی میخواد خرج خودتو بده؟ و اگر بخواد تو زندگیش بمونه به هر شرایطی میگیم تو بدبخت و تو سری خوری، نمیتونی زندگی تو جدا کنی، شجاع باش، طلاق بگیر. اگر یه زوج تصمیم بگیرن بچه دار نشن، سعی میکنیم حتما بهشون ثابت کنیم که شما در آینده بدبخت میشین، کسی نیست حتی یه لیوان آب دست شما بده و بیچاره میشین. اگه از اون طرف چند تا بچه بیارن بهشون میگیم چه خبره، چرا هی شما زایمان میکنی، هی بچه میاری، خوب نیستا. میدونیم کجای داستان خیلی غم انگیزه؟ این که ما معمولا دیگران رو از کارهای نفی میکنیم که خودمون رو کارها رو انجام دادیم. ما به دیگران میگیم کارهایی رو انجام بدن که خودمون هرگز اون کارها رو انجام ندادیم، هرگز خیلی درس نخوندیم، هرگز خیلی خفن کار نکردیم، هرگز تو هیچ چیز هنری موفق نبودیم، ولی اصرار داریم که دیگران این کارها رو انجام بدن. خودمون زندگی زناشویی موفقی نداریم، ولی برای دیگران که میرسه میخوایم مثل یه مشاور و روانشناس نظر بدیم. خودمون بلد نیستیم بچه تربیت کنیم، در بچه داری دیگران ایراد میگیریم. حالا متوجه شدی چرا میگم ما جزو بلا تکلیف ترین مردمان دنیا هستیم؟ چون خودمون با اطلاعات کمی که داریم فکر میکنیم علامه در هستیم و میخوایم به همه توصیه و نصیحت کنیم. اما اگه از من خالق‌رضی میپرسین میگم که بهتره که نسل جدید روی خودش کار کنه و به دیگران تا جای ممکن توصیه، نصیحت و هیچ نظری نده. اگر ازمون پرسیدن پاسخ بدیم، ولی در صورتی که نپرسیدن نظرمون رو اعمال نکنیم. نمیخواد به دیگران توصیه کنیم، دیگران خودشون رو از زندگیشون رو پیدا میکنن، یه مسیری رو پیدا میکنه، طرف میره. نگران نباشیم، همون تایمی که میخوایم رو زندگی دیگران بذاریم نظر بدیم، رو زندگی خودمون بذاریم. راههایی که تا الان خودمون انجام ندادیم، کارهایی که اصلا نکردیم و از دیگران توقع نداشته باشیم. سعی کنیم سر اون طولای زندگی خودمون باشه تا از این بلا تکلیفی در بیاییم.